خیلی که همه ما و شما میدانیم در جامعه و همچنین عموما در جهان اکثریت شخصانی هستند که به نهایت کمبغل هستند یا فقیر هستند و آنها امکانیتی به دست آوردن یعنی همان آرزوهایشان را ندارند یا اینکه به دست آوردن همان چیزهای روزگار را ندارند. از همین خاطر میخوام برای شما یک قصه بسیار جالب را نقل کنم و همچنین قصه بسیار عبرت انگیز است. خب یک پسرکی بود که در عائله بسیار فقیر زندگی میکرد. آنها بسیار نادار بودند، فقیر بودند. او البته در مکتب تحصیل میکرد و روز معلم و خوانندگانی که یعنی همون همصنفان خود همون پسرک که پسرک در همون صنف تحصیل میکرد سفارش میدهد که یک انشا در موضوع علم خوب است یا ثروت نویسید و برای من پیشنهاد کنید. از این رو روز دیگر وقتی که استاد میخواهد که انشاهای نوشته خود خوانندگان را تفتیش کند میرسد به همان پسر فقیر. از پسر فقیر خواهش میکند که همان انشایش را پیشنهاد کند تا اینکه معلم آن را تفتیش کند. وقتی که معلم سوال میدهد که ای پسرک انشایت کنی، پسرک با سر خمیده میگوید استاد ننوشتم. معلم باشد بسیار خشمگین می شود و با همان چوب خطکشه که در دستش داشت آن پسرک را میزند و او را در همان عقیب همان صنف تا در هوا نگه می‌دارد. پسرک 1 ساعت 2 ساعت همان طور تا در هوا در خنکی لرزان می ایستد و همان لحظه پسرک که دستانش از خنکی بسیار می لرزیدند و آن دستانش را همین خیر می مالید تا اینکه گرم شوند با خود می گفت البته ثروت بهتر است، زیرا که اگر من پول می داشتم و همان پول دفتر می خریدم و انشا را می نویستم تا اینکه این جزا را نمی گرفتم.